به تعبیر مولانا میگه به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. کشی چون گاو هر دنبار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. یکی از سنت های خاصی جناب پیغمبر، یکی از سنت هایی که هم قولی و هم فعلی، یعنی قولی گفتار و فعلی کردار پیغمبر این است. برادر عزیز، من و شما وقتی که مسجد می آییم باید با پای راست داخل مسجد شویم. برادر عزیز بزرگوار، کدام از من و شما این لحظه جهاز حاضر شدیم در فکر بیاریم که با کدام پامون داخل مسجد شدیم؟ ما عبادت آمدیم، مسجد آمدیم، جای آمدیم که چی هست؟ جای عبادت و بندگی هست. وقتی که من و شما مسجد آمدیم، یکی از سنت های خاص جناب پیغمبر این است که انسان با پای راست بسم الله گفته داخل مسجد شود. وقتی بسم الله گفتی داخل مسجد شدی، بعد از آن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلوات گفتن. بعد از آن دعا کردن که اینها از پیغمبر بزرگوار ثابت شدن. اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای پروردگار درهای رحمت در روی من کشاده بگردان. یک سنت خاص جناب پیغمبر، پروردگار درهای رحمت در حیات من کشاده بگردان که امروز چقدر من کمبودی از رحمتی تو دارم، چقدر ناقصی و نارسایی از رحمتی تو دارم. وقتی داخل شدی، وقتی نماز نباشه، وقتی امر معروف و نهی منکر نباشه، 2 رکعت نماز تحیه مسجد که از سنت های جناب پیغمبر، 2 رکعت نماز تحیه مسجد بخوان. اگر وقتی مانع صلات نباشه، وقتی میخواهی دوباره از مسجد بیرون شوی، باید اهمیت بدی که با پای چپ از مسجد بیرون شوی. این سنت های جناب پیغمبر است برادران عزیز. با پای چپ از مسجد بیرون میشوی و برای خود میگوی که دعا میکنی دوباره که با بسم الله گفته بیرون میشه، میگو اللهم انی اسالک من فضلک، پروردگارا من از فضلت، از زیادتی رزق و برکت حیات از تو طلب دارم. پروردگارا فضل تا برای من نصیب بگرد، مشکلی ها ما آسان بگرد، برکت در حیات من نازل بفرما تا اینکه از رنج و مشقت دنیا نجات بیابم. این یکی از سنت های خاص جناب پیغمبر است برادران عزیز بزرگوار. دیگر سنتی که از سنت های جناب پیغمبر است برادران عزیز، به چی خاطر من اینها را برای شما بیان دارم؟ به خاطر که این فعل دائمی من و شما مسلمان ها هست. اینا ما باید اهمیت بدیم، در نظر بگیریم، اینها را یعنی عمل داشته باشیم. دیگر سنتی که امروز از حیات ما دور شده است برادران عزیز بزرگوار، بیت الخلا که ما و شما حاجت خانه میگوییم. روز چند بار داخل میشه میبرای، چی به خاطر طهارت کردن باشه، چی به خاطر قضای حاجت باشه، داخل میشه میبرای. وقتی حاجت خانه داخل شدنی شدی، باید با پای چپ داخل شوی. پیش از داخل شدنت باید بگویی که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پروردگارا من از تو پناه طلب میکنم از غژدی و غژدی ها. البته حاجت خانه بیت الخلا جای غژدی است، جای نجاست است، جای ناپاکی هست. پیش از داخل شدنت بگو ای پروردگار چند لحظه ای که من در اون حالت ناپاکی و جای بد هستم من نگه بدار، پروردگار من در غفلت نگذار. وقتی داخل شدی، قضای حاجت کردی، طهارت شکستی، طهارت کردی، بیرون شدی، وقتی بیرون شدن با پای راست باید بیرون شدی. با پای راست بیرون شدی 3 بار بگو که غفرانک غفرانک غفرانک، ای پروردگار تو مغفرت کننده هستی، تو مغفرت کننده هستی، تو یعنی بخشنده هستی. این چند لحظه ای که من در حاجت خانه بودم، در غفلت بودم، در حالتی از زیادی دوری بودم، در حالت ناپاکی بودم، این لحظه ها را از من مغفرت من ببخش. این سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. برادر عزیز بزرگوار، کدامی من شما امروز این سنت ها را در نظر میگیریم، اهمیت داده ایستادیم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که طواف خانه کعبه آمدن، یعنی زیارت حرم حج آمدن، وقتی طواف ادا کردن، سنگ حجر الاسود، اون سنگ سیاهی که حاجی ها میروند سر ده اون مهری پیش میکنن، بوسه میکنن، وقتی حضرت عمر میگه سر در اون مهری انداخت و سنگ بوسه میکرد، یک جمله زیبایی گو ای سنگ، ای حجر الاسود، ای سنگ سیاه، تو از یک سنگ سیاه زیاد نیستی. من دیدم که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را بوسه میکرد، به این خاطر من تو را بوسه میکنم.
به چی خاطر؟ به خاطر که من دیدم که جناب پیغمبر تو را بوسه میکرد، به خاطر بوسه میکنم که لبهای جناب پیغمبر در تو رسیدگی هستند، به خاطر بوسه میکنم که جناب پیغمبر تو را بوسه کرده بود. اینا اطاعتی از سنت میگویند. یعنی قدم حضرت عمر قدمش در جای میگذاره که پیغمبر بزرگوار قدم گذاشته است، عمل کاری را انجام میدهه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم انجام داده است. دیگر سنت از سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم، برادران عزیز بزرگوار، خوب اهمیت بده و در حیاتون در روزهای آیان این جمله ها را عملی کنید. دیگر سنت از سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم روز دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن که یکی از عملهای یعنی نافله هست. برادران بزرگوار من، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسیدن از روزه گرفتن روز دوشنبه، گفتن یا رسول الله با چی خاطر شما روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیرید؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که روز دوشنبه روزی هست که من در این روز تولد شدم، فیه ولدت فیه و فیه انزل علی. گفتن این روز دوشنبه روزی هست که در این روز من تولد شدم، به خاطر اینکه خداوند در این روز من به دنیا را آورده است، من روز دوشنبه را روزه میگیرم. برادر بزرگواری من، کدام من از شما روز دوشنبه و پنجشنبه امروز روزه میگیریم؟ متاسفانه خیلی کمی در کم. بعضی از حاجی ها و بعضی از چیزها را ببینی خیر نباشه در عامه این روزه دوشنبه و پنجشنبه از بین بالکل رفتگی است. این یکی از سنت های نافله جناب پیغمبر است. و از روزه گرفتن روز پنجشنبه جناب پیغمبر را پرسیدن، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمسین فاحب ان یعرض عملی و انا صائم. تن روز دوشنبه و پنجشنبه روزی هست که در این روز عملهای یک هفتهینه انسان ملائکه در نزد خداوند نمایان میکنند. یعنی یک هفته من و شما چی عبادت کردیم، چی حرکت کردیم، خداوند نامه اعمال ما را نظر میکرده است، یک هفتهینه عملهای ما را. جناب پیغمبر گفتن وقت خداوند نامه اعمال من را نگاه کرد، من دوست میدارم که اون لحظه من روزدار باشم. محدثا یک مثال میارن این حدیثه. اگر شما اهمیت داده باشید وقتی یک انسان محاکمش باشه، سر سوتش باشه، اون سودیه یعنی اون دفتر عملهاش نگاه میکنه و انسان جنایتکار نگاه میکنه، یعنی در هر عملش نگاه میکنه و انسان نگاه میکنه. رب العالمین هم این چنین در هر عملی من و شما وقتی نامه اعمال نگاه میکرده، حالت من و شما را نگاه میکرده کدام حالت هستیم. و همین خاطر جناب پیغمبر گفتن که روز دوشنبه و پنجشنبه روزهایی هستند که عملهای یک هفته اینای من ملائکه در نزد خداوند نشان میدهند. وقتی خداوند عملها من نگاه میکنه، من دوست میدارم که روزدار باشم. برادر عزیز بزرگوار من، اکنون فهمیدی که حکمت روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه چی بوده؟ قصد کن بعد از این، والله قسم این روزه گرفتن تبابت از خودش برای انسان. شاید بعضی انسان ها دلیل کنن که من از زورم نمیرسه، کارم وزین است. ببین امروز چقدر روزها کوتاه هستند. در یک روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در زمستان برای امتهای من برای عبادت کردنشون دو خوبی هست، دو نیکی هست در فصل زمستان برای عبادت کردن امتهای من. روزهاش کوتاه هستند برای روزه گرفتن، شبهاش دراز هستند برای نماز خواندن. برادر عزیز ببین، روز تا ای میگه که بیگاه میشه، این شب روز ساعت 5 ناشده برای من شما شام میشود. شبهاش چقدر طولانی هستند، سیر خواب میکنی و یعنی میشود که وقتی که نماز تهجد بخونه که یکی از سنت های جناب پیغمبر، سنت خاصی جناب پیغمبر تهجد است، نماز شب خواندن. متاسفانه کدام من از شما امروز نماز تهجد میخونیم؟ اینها سنت هایی هستند که از جامعه ما دور شدن. برادر عزیز، بیا امروز ما این سنت های پیغمبر رو دوباره زنده کنیم. وقتی ما دعوای امتی داریم، ما وقتی دعوا میکنیم که جناب پیغمبر رو دوست میداریم، باید این سنت هاش زنده کنیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم من احیا سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. هر شخصیتی که سنتی من زنده کرد و من دوست داشته است، هر شخصیتی که من دوست داشت همراهی من در جنت است. و این خاطر من و شما برادران عزیز بزرگوار این قصد باید داشته باشیم که دوباره این سنت های پیغمبر من زنده میکنیم، نمیگذاریم که از بین بروند. و دیگر سنت
از سنت هایی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتن و امروز متاسفانه از جامعه ما دور شده است، این مسواک است برادران عزیز بزرگوار. مسواک چویه که امروز شاید قیمتش 50 روبل یا 100 روبل روسی باشه، قدر قیمتی نیست که انسان دیگه طاقت و یعنی قوت خریدنش نداشته باشه. مسواک چو یک چوبی هست که اون دهان پاکیزه میکنی. چقدر جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک دوست می داشتن. در روایت گفتن که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، عند کل صلاه هم آمدگی. جناب پیغمبر تا اگر برای امتای من مشقت نمیشید، دشواری نمیشید، امرشو میکردم که نزد هر نماز و هر طهارت دهانها را مسواک کنند. حضرت عایشه مادر میگه جناب پیغمبر با چنان مسواک دوستی می داشتن که وقتی از خواب بیدار میشدن در حال دهان مبارک مسواک میکردن. وقتی در خانه داخل میشدن، یعنی از جای می آمدن داخل خانه میشدن، در حال پیغمبر بزرگوار دهان مسواک میکردن. چقدر جناب پیغمبر صلی الله علیه و مسواک دوست می داشتن. حتی در روایت گفتن که السواک مطهرة للفم مرضاة لربی، تن مسواک برای دهان شما پاکیزگی هست و خداوند از شما راضی میگردانه. ببین دو فایده داشته مسواک. یکمش دهان پاکیزه میگردونه، بوی دهان دور میکنه. متاسفانه بعضی برادرها وقتی به انسان صحبت میکنه چقدر دهاناشو بوی بد داره. جناب پیغمبر تن مسواک بوی دهان شما رو دور میکنه و پروردگار از شما راضی میگردانه. این یکی از سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حتی در روایت گفتن که السواک شفاء لكل داء، تن مسواک با تمام دردهای شما را شفا هست. دندان یعنی تبابت دندانها را سفید میکنه، بوی دهان دور میکنه، ویخهای دندان مستحکم میکنه، حتی با معده را فایده داره مسواک کردن. که متاسفانه امروز این سنت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جامعه دور شده است. برادران عزیز بزرگوار، دیگر سنتی که امروز در جامعه ما عملی نیست، این برادران عزیز بزرگوار نماز ضحی هست که بزرگا و کلانهای ما نماز سر آفتاب میگفتن که اون انسان وقتی آفتاب برآمدن میخونه. این سنتی هست که جناب پیغمبر هرگز در حیاتش ترکش نکرده است. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود یعنی شخصیتشان این عمل انجام میدادن و برای اهل اصحاب امر میکردن که شما نماز ضحی خوانه، نماز اشراق خوانه، نماز سر آفتاب خوانه.